با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخانه است. انیخترش یک برنامه ویژه داریم و در صحبت ما قرار دارن استاد، شاعر، نویسنده، محقق، پژوهشگر محمد علی نورعلی. و برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. استاد، سال‌هاست که شما رو در رسانه‌ها نمی‌بینیم، در محفل‌ها نمی‌بینیم. اولاً به بیننده برنامه کتابخوان بگویید که این شب روزا با چیکار رو بند هستید و چرا اینقدر گوشه‌نشینی رو انتخاب کردید و حالتون چگونه است در پایتخت عزیزم و شهر دوشنبه؟ چه حال و احوال دارید؟ آغاز با دفتر شما، با کسایی که ما را از صفحه‌های اینترنتی میبینند و میشنوند، خب سلام عرض میکنم. و در مورد آنه که واقعا سالهای آخر گیم، دوره‌های آخر مجال منبرهای نمایشی کم رفتنمون البته سبب‌های زیادی خود را دارد. یکی شاید این است که قانون فلسفه عمل میکند، این کار. خب در میدان سخن و در میدان اندیشه جوانهای حاضر به پیدا شدن دارند که شنیدن و گفتن آنها افضل تر است از شاید از اندیشه های سوالی ما. دیگر اینکه هر کس که ندانست جای خر بستن خیش، هم گردن خر ببست و هم گردن خیش. در انسان وقتی سخن میگوید که سخنش خریدار داشته باشد و البته خریدار پیدا کردن و نکردن سخن با فاعل و مفعول، یعنی به دو جانب وابستگی دارد. این یک طرفه نیست. امکان دارد که یک فاعل خوبی سخنهای خوب گوید، اما مفعول سخنشنو نباشد. اون وقت طبیعی است که جبر سر فاعل است، سر سخنگو است. و در مورد دوم برعکس است. مگر اگر ما سخنی مثلا فاعل سخنی میگوید که اون لایق گفتن نیست، لایق شنیدن نیست و مفعول مجبور میشد که ترکش کند. اونجا البته جبر سر مفعول است، سر سخنشنو است. استاد ببینید، به هر صورت سالهای 2010 2011 اگر باید بیاریم اون دوره ها را ما با شما صحبت هم داشتیم در تلویزیون و افراد زیاد خیلی فعال بودند، یعنی شخصیت ها بودند، دانشمندها فعال بودند، شاعر و نویسنده هم خیلی فعال. ولی یک مدت زمانی کناره‌گیری شد. فکر میکنید با آنها جامعه دیگر نیاز پیدا نکرد و آیا این هم از روی همت است، از روی وجدان است، از روی بگیم جوانمردی است که یک جامعه را به حال خودشون رها کنیم؟ یعنی این طرف مسئله. و طرف دیگر گفته شما جوانهایی که پیدا شدن و سخن میگن، اندیشه میگن در همین شبکه‌های اجتماعی، واقعا این شما را قانع میکنند یا شما قناعتمند هستید یا واقعا شوخی میکنید از اینکه دیگر نیاز به سخن‌های مثل اشخاص شما وجود ندارد، یعنی جامعه دیگر به شخصیت مثل شما نیاز ندارد؟ من اگر هر کسی که در میدان کلام بده یک روزم سیر کند رمزگو می شود. درست است؟ شاید که بعضی گفته های ما رمزن باشد، لیکن اینکه یک عده مردم خب از میدان همایش اندیشه کنار می رود، این هم با اندیشه شخصی من پهلوهای زیادی جواب دارد. خب سببهای سوبیکتیوی ابجکتیوی دارد. خب من واقعا سالهای پیشتر قریب هفته نبود که از صدا و از سیماها دعوت می شدم. بسیار وقت خب اون وقتا که باز فعالیت رسمی ملتی هم که میکردم، طبیعی است که وقت تنگتر میشد. اما البته من تاب رنجاندن دعوت ها را نداشتم، چون میدونید شما را وقتی یک کس دعوت میکند
همین خودش عزت است. بالای عزت پا گذاشتن ادب نیست. ایلا بعضا می شود که مثلا آدم خواهش ندارد. همین صحبتی من نمیدونم، من خودم نمیدونم که همینجا آمدن من مثلا احترام شما بود یا خواهشم آن که با مردم سخن کنم. همین من خودم حالا جواب ندارم. بسیار می‌خواستم با مردم صحبت کنیم، با مردمی که همین یک گروه خرد هم باشد که توجه به این برنامه دارد، توجه به سخن دارد، توجه به کتاب و کتابخوانی دارد، توجه به کلام دارد. استاد یک نوع دلسردی هم در همواره در تاریخ بوده است. مثل که ما اگر بریم سراغ مولانا میگفت از ده و دد ملولم و انسانم موضوع، یا که مثلا حافظی که میگفت فلک را سقف بشکافیم و طرح نو براندازیم، با جای میومد میگفت که فلک به مردم نادان دهد زمام مراد تا اهل دانش فضل همین گناه بس. و اگر همین خیل بیایم ولی با وجود همین آنها یعنی نبود که دست روی دست بشینند و کاری برای جامعه نکنند، ولی حتما اندیششون هم میگفتن، ثبت میکردن، مینوشتن. در برابر اینکه اینقدر اثر نوشتید، رساله نوشتید، چاپ کردید، نشر کردید، کارهای دیگر هم میکنید در خفا، یعنی در همون پس پرده با یگان کار دیگه مشغولید یا تمام دل سر شده دست بالای درس میمونید استاد و فقط نظاره میکنید که این جامعه اومدنی مرگ مثل یک چی میگن همون کشتی تیتانیک با فرو رفتن اخلاق و فرهنگ ادب نظارت میکنید میشینید استاد؟ نه خیر. اولش اینکه من گفتم بسیار وقت آدم کناره‌جویی میکند از جامعه سبب دارد. وقتی باز گفتم که وقتی شما میدان خودتان را نمیابید، مثلا اولا که سوال مثلا پیدا میشود برای شما و جواب میخواهید که خب علت در چیست؟ در من است یا در جامعه؟ من مثلا ناقص هستم یا جامعه ناقص است؟ اولین چیزی که اندیشه که سر انسان می آید همین است که آیا من ناقصم یا جامعه ناقص است که من در جهان این جهانداران نمی گنجم، من در زمان این زمانداران نمی گنجم. هر جا که پا میمانم اونجا یک کماندار است، من در میان این کمانداران نمی گنجم. خلق خدا و با خدا بیگانه خلق بین، من در میان این ایمانداران نمی گنجم. من میگم من نمی گنجم. میدونید قضاوت کردن مثلا برای جامعه، برای یک حوادث زندگی بسیار کار سخت است. خب نابسته با آنه که مثلا در جامعه اطراف ابن ثابت یا با معنی دیگر امام اعظم چی میگویند نمیگویند، من شخصیت همین بزرگوار بسیار دوست دارم خب و احترامشون دارم به خاطر آنه که خب رقم اول عقلگرا بودند. خب من بعضا در بعضی نشست‌های دهات و دیگر میشینیم، خب بعضی عزیزایی که مثلا نرفته به مکتب و نفهمیده سخن در کجروی زمانت دامالله شد، فاتحه میکنند و دعای و ذکر میکنند. بعد امام اعظم صوفی کوفی میگن، من حضرت میگم که اگر امام اعظم می بودن در همینجا که شما گفت صوفی، خب گوشتون بریده دستتون میداد. زیرا دنیای اهل صوفیه با دنیای عقلگراها خب یا مکتب کلام هست در فلسفه، اینها دو چیزی به همدیگر راست آینده هستند که وقتی که مثلا ما در اطراف شخصیت ها گپ میزنیم و در اطراف مثلا جامعه گپ میزنیم و حکم کردن میشه. همین امام ابن ثابت من دوست دارم، گفتن که بیا قاضی شو، گفت که خب بنامش ساختن یا گفت است که مثلا فردای مثلا قیامت یک آسیا فقط سر قاضی آرد میکند. اما من همین گپ را قبول دارم. خب من نمیدونم این سخن ابن ثابت هست یا نیست، اما منطق و ارزش این سخن نهایت بلند است. اونا گفتند آخر تو بیا قضاوت کن، قاضی القضات شو، همه قاضیات نظارت کن. گفت من همه قاضیات نظارت میکنم الا امیرالمؤمنین، که اون امیرالمؤمنین نه پیش قرآن سرخم میکند، نه پیش حدیث و نه پیش قاضی و نه پیش مفتی، اون حکم خودش دارد. و اگر من خلاف سخن امیرالمؤمنین سخن گفتم کارم خراب شد. خب اگر نگفتم کارم خراب شد، اگر گفتم کارم خراب شد. مثلا من یگان ساحل نجات ندارم، چون این طرف امیر سرم میگیرد، اون طرف خداوند سرم میگیرد. بنابراین یگانه راه نجات من خب همین است.
به دریا نرو، به قول حضرت سعدی میگه به دریا نرو گفتم زینهار، اگر میروی تن به طوفان سپار. من به همین طوفان حقیقت سرم سپردم، به طوفان عدالت سرم سپردم. خب تو اگر از همین دیدگاه، از همین روزه نبریم در همین صحبت، از همین دریچه که شما صحبت آغاز کردید وارد بشیم، اگر به همین گپ امام بزرگوار تکیه کنیم و ببینیم یک جامعه در مسیری اگر هلاکت قرار فرض دادن هلاکت قرار داد از لحاظ اخلاق، ادب، کتابخوانی، دانش، آگاهی، و میبینید شما استاد هم هستید، دانشگاه هم کار کرد و میبینید که وضعیت چگونه است. و اگر همینجا شما کنارگیری گیرید، مثلا یک فعالیتی نداشته و بگید که خب حرف من نمیگذرد، یا مثلا من نمیمونم که چیزی که میخواهم بگویم، یا فعالیت من به این جامعه لازم نیست، و به هر دلیلی شما وجدانتون رو آرام کردید و لالایی گفتید و خواباندید. بله. فکر میکنم جوابگری ندارد پیش البته تاریخ، من پیش ملت. بله من اینا خب ببینید، من نگفتم که ابن ثابت با همین سکوت کردند و با همین خاموش شدند. خب میدونید سالهای من برای یک پرده از روی خودم بردارم. سالهای 1992 خب 91 وقتی که یک جنبش های سیاسی در تاجیکستان با وجود آمد، من سراول یک جنبش ساخته بودم با نام صدای مردم. همین روزنامه صدای مردم، خب من نمیدونم یک ابوالقاسم وای بود روزنامه نگاری یا جمهوریت بود یا از کدام از همین خلاصه روزنامه های شناخته و مرکزی وای بودن، نزد ما آمدن گفتن که وای شده است برای مجلس شورای عالی، یا شورای عالی میگفتند و خیالم، برای شورای عالی یک روزنامه تأسیس می شود و نام همونده آزمون اعلان کرده اند. من همینجا آمدم جمعیت شما شنیدم با نام صدای مردم، بسیار خوشم آمد. شما حق میدید که من همین نام گرفته آزمون برم. من گفتم اگر با آن شهر که همین عباره ساخته ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد، با خودمون گرفته برید. و گرفته با قول آوردند و مثلا من همین گونه تأثیرات دارم. بعد همون مثلا صدای مردم روزنامه پیدا شد. اما این با مقصدی مثلا خودستایی نمیگم که مثلا ما همین گونه عبارتشه ها می ساختیم. این من واقعیت میگم. در ناحیه به صفت رئیس اولین حزب دموکرات ناحیه همدانی بودم. اما خب آشکار میگم من در همون ایام در حرکت دموکراتی و حرکت های اسلامی که در تاجیکستان بود، خب بسیار جایهای خلا را میدیدم، سوراخی ها را میدیدم، جایهایی که اصلاح طلب بودند. بنابر همین بچه های حزب ما، من هنوز با همان بچه هایی که نامشون رو نمیگیرم چون بسیاریاش دولتی شدند، حاضر شاید مثلا پرهیزگار باشن که ما نبودیم، خب نامشون رو نمیگیرم. اما میدونید من همان زمان ها با همین بچه های خودم اینقدر میفخریدم. برای چی؟ با ادبشون، با فضیلتشون، با معرفتشون، با آنکه در جامعه چگونه خب موقع دارند. خیلی گلچین بچه ها در اطراف ما جمع آمده بودند. من دیدم که روندی مثلا همین انکشاف حرکت های سیاسی در تاجیکستان ترسم نرسی به کعبه عربی که را که تو میروی به ترکستان است. خب همین احساس کردم. خب من یک مراتب از رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شدن خودم دست کشیده بودم. خب و بسیاری دوستان از من سخت رنجیدند که من نامزدی خودم باز پس گرفتم. گفتم که من همین رونده که خب حرکت دموکراتی تاجیکستان است، در این گونه روند با این گونه مثلا شرط و شرایط رئیسی حزب به دوشم گرفتن نمیخواهم. خب سببش گفتم ترسم نرسی به کعبه عربی که راه که تو میروی به ترکستان است. خب و آهسته آهسته از میدان سیاست کنار رفتم. خب برای چی؟ خب شاید که یک اشتباه هم گفتی شما بود که مثلا من با همه یک گروه خردکه که مثلا بچه های ناحیه همدانی که گلی سر سبدی مثلا جامعه من میشمارمشون، هنوز هم دوستشون دارم. اینقدر دیلاشون تازه بود، قلباشون تازه بود. ناکستر از آن کس نبود در عالم کس دوست بجز دوست مراد خواهد. ما در میدان مثلا سیاست آمدنمون نه به خاطر کرسی بود، نه به خاطر مسند بود، به خاطر چیزی نبود. یگانه مثلا چیزی که ما میخواستیم همین تفکر جامعه را زنده کردن،
ما رقیب‌های سیاسی خودم حزب کمونیست در پایه نهایی احترام میکردیم. اونا اگر جای تحقیر میکردن ما با تحقیر پاسخ نمیگفتیم، چون من بد کنم و تو بعد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو. استاد چرا هم وقت شما یک آدم مثلا آگاه، دانشمند و چرا فکر کردی فقط از روی سیاسی میشه به ملت خدمت کرد؟ چرا مثلا برای ادب و شعر و کتاب نه؟ حالا ببینید من یک سمتش گفتم. من همون ایام هم در روزنامه ناحیوی من با نام ظفر بود، خب چی میگن، مخبری غیر شتاتی میگفتن و همین اصطلاح بود، مخبری غیر شتاتی بودم و عبدالفیض عطایی سرمحررشون بودند. عبدالفیض عطایی میدونید یک از چهره های شناخته و مثلا زیبایی که مثلا شخصا من دوستش دارم. خب میدونید ما در همون ایام یک مقاله های انقلابی می نوشتیم. خب من در همون جامعه کمونیستی اصلا مثلا مقاله انقلابی به کدام موضوع؟ مقاله های انقلابی به مقابل ناسازگاری های مثلا راه روش جامعه، به مقابل بی‌عدالتی ها در گویم که اداره، مثلا در مأموریت ناحیه، در کار خواجگی داری ناحیه، در راه و روش مثلا خواجگی داری و کذا و دیگر و پیشنهاد میکردیم که به اندیشه ما همین کار باید، همین روش اصلاح شود، راه درستش به اندیشه ما این است. و گفتم حاضر مردم میگن که مثلا حزب کمونیستی یک حزب دیکتاتور بود و فلان و حادثه بود و دیگر من به همین اندیشه ها راضی نیستم. خب من گفتم من بچه زمانی مثلا همون جامعه کمونیستی خب فکر و عقیده ما در روزنامه ها چاپ میکردم و بسیار وقت قدرشناسی میشدن. هر سال عبدالفیض عطایی وقتی که روز مطبوعات قید میکردن بهترین تحفهش مثلا به من میدادن. یک اشاره کرد اینجا، چرا همین همنسلان شما و آنهایی که آگاه بودن، شاعر و نویسنده و بگیم زیایی و روشنفکرا، اون زمان از حزب کمونیست انتقاد میکردن، درست است؟ من هم از حزب کمونیست انتقاد کردم. ولی چرا با گذشت زمان اومدید امروز میگید که اون به اون شکلی که ما فکر میکردیم نبود؟ یعنی غلط بود مبارزاتون؟ من نمیگم غلط بود. شما ببینید دیکتاتوری نبود. رقم اول این است که خب یگان حادثه، مثلا ما حادثه میگویم، هستی میگویم، خب خالق است و مخلوق است. ما به خالق دخل نمیکنیم، به عالم خلاقیت آنچه که در مثلا موجود هست به همین سر کار میگیریم. در عالم خلاقیت چیزی مطلق نیست، همه چیز نسبی است. حتی مثلا ببینید وقتی که من در اطراف خالق خودم فکر میکنم، بعضا میدونید بعضا روش های خطرناک از پیشم میبیاد. من میبینم که مثلا در عالم حیوانات میبینم که یک آهوی نازنینه، یک شیر درنده، مثلا حال وقتی که من در لیواهای دولت ها صورت عقاب میبینم، صورت شیر میبینم، خیلی گیرید همین کفتار هم در یک جا زنید، چون کفتار شیر هم در زمین افتانده است. بسیار میشد که یک دولت دیگرش مثلا میگرفت همین کفتار هم مثلا وای میکرد، رمز لیوای دولتش میکرد. من وقتی که همین مثلا حالت میبینم که یک آهوی نازنینی که بجز سبزه زمین به کسی دیگر کار ندارد، یک شیر گرسنه و درنده میآید و از گلویش میگیرد و میبرد، پاره میکند، میخورد. من سوالم جانب خالق است و اندیشم دنبال ناصر خسرو قبادیانی است. خدایا راست گویم فتنه از توست؟ چون من از ترس نتوانم، دیگه میگه بله از ترس، چون من از ترس نتوانم چقیدن. من در همین روش چیز دارم، مثلا در دفتر ایجادم چیز مثلا مناظره جانبی خداوند، مثلا یک مناظره دیگر من هم مثلا شروع کردم، نمیدونم کارش به کجا میرسد. خب در همین جا ببینید مثلا همه حوادث عالم از نظر نسبی باید دید. تمام جامعه های بشریه از ابتدایی تا غلامداری تا فئودالی تا کپیتالیستی، در قوسین بورژوازی یا امپریالیستی، خب و سوسیالیستی و کمونیستی، خب ما نام میبریم. حالا ببینید مثلا ما اینقدر مثلا نظریه های مثلا سیاسی ما بزرگ شده است که در بین این جامعه ها ما جامعه دموکراتی نام میبریم. پس صفتی مثلا یک جامعه مثلا سیاسی جامعه دموکراتی میگیم، این دروغ است، این فریب است. این همون وای هست که ما صیاد برای صیدش فریب کردن مثلا دام میپرداید.
جامعه با نام جامعه سیاسی دموکراتی از لحاظ مثلا سیاست شناسی نیست. همین جامعه ها ابتدایی بود، خب غلامداری بود، فئودالی بود، کپیتالیستی بود، بورژوازی و امپریالیسم و سوسیالیسم و خب قوسینش کمونیسم. در کل همین جامعه ها از ابتدایی مثلا بعضی‌ها میگن که همون جامعه بهترین بشری همون ابتدایی بود. من هم در این عقیده راضی هستم. خب چون اونجا هیچ کس کار کرده و مثلا انداز نمیداد که من استثمار کنم. خب ما در صد نمود انداز میسپاریم با کسی که ما استثمار باید کنند. خب دیگر در کل جامعه هاش گپی دنیا سر شد، گپی دارایی دنیا سر شد. فع زمین، خب کسی که از همه زیاد زمین دارد اون حاکم جامعه بود. خب در غلامداریش کسی از همه غلام زیاد داشت اون حاکم بود. بعد کسی زمین زیاد داشت، کسی پول داشت، کپیتال داشت، سرمایه داشت. خب این امپریاش خیلی کسی که با همه امپریا را مثلا ضبط کرده و گرفت. در همه جا شعار اول چی بود؟ دارایی بود. ارزش اولین سری دارایی بود. یگانه جامعه که همین ارزش گرفته جاش دیگه کرد جامعه سوسیالیستی بود. ارزش اولین انسان شد. این اندیشه من است. خب چرا مبارزه برد با جامعه؟ من میگویم مازر. خب اما مثلا شکل کامونش، این مثلا کامونا هیچ وقت نمیشد با اندیشه های من، چون انسان خاکی اون انسانی که مثلا ما با وسیله باید کامونا باید میسازیم، این گونه انسان تربیت کردنش ناممکن هست. من فکر میکنم چون خلقت انسان وقتی که ما آموخته میبرایم خودش یک عالمی بسیار مرکب و پرتضاد و مثلا از چه شاگردان یک مکتب همه عاقل نشد. خب افلاطون مثلا همه یک استاد همه یک درس داد، یک افلاطون برآمد. من از صنف یک درس دادم. خب طلبه صنف یک هم چند سال معلم صنف ابتدایی بودم. خب بعد مأمور هم بودم در مکتب میانه، بعد دولتی هم شدم، در شوراها کار کردم، بعد راهبر هم بودم مثلا در کارخانه های مثلا مدتی. خب در دانشگاه ها و دانشکده های عالیه مثلا تدریس کردم و مثلا بودم. خب و با خلقت آدم خیلی زیاد سر کار گرفتم و سوال های خیلی بی جوابم زیاد است که خودی همین خلقت آدم چی است. خب ببینید من آخرین اختراعی که برای خودم کردم، همین ظرفای پیشم میگذارم. خب جام 50 گرمه، خب یا مثلا نمیدونم کاسه گویم که بعضی دوستای مثلا چرا از جام گفتی، کاسه گویم مثلا 50 گرم میبرد، 70 100، خب 1 لیتر 2 لیتر 100 لیتر 1000 لیتر. بشریت همین گونه است در اندیشه من. حالا سر اونی هم که مثلا ما امروز در جامعه هم یک موضوع هست، یک موضوع اهل زیا چی، زیایی کیست. خب و نام برنامه شما کتابخوان، این همی گپ ها مثلا برای من اندیشه های زیادی با وجود آورده است که کتاب خواند کی خواند. حالا اول از دور نرویم. خب نه همین است. انسان 50 گرمه یک ظرف 50 گرمه 1 لیتر آب نریزید نمیبرد، گنجایش ندارد. ظرف 1 لیتره مثلا 10 لیتر آب نریزید، گنجایش ندارد. خب منطق همینه میگه. خب بله. بنابر همین بشریت انا همین است، آفرینش بشری انا همین است. ما انسان ها در زمین انا همین 0.1 گرمی ها که هستیم تا 1000 تانگی ها. اما بدبختی جامعه، بدبختی بشریت در همین است که خب میگه که تادگ کلان حول گرفت که دیگچه جوشید. انا همین 1 گرمی ها که گنجایش ظرفشان مثلا 50 گرم میگویم 1 گرم میگویم، میگه که نه من از اون 1 تانه بالاتر و افضلترم، این منبر از آن من باشد. انا همین است بدبختی بشریت. خب که ما خودشناس نشدیم، ما در خودمون قانع نشدیم، ما در خودمون قناعت نکردیم. اگر انا همین پهلوی مثلا جامعه شناسی در بشر اگر غالب میشد، من فکر میکنم که بیشتر مشکلات ما حل میشد. گفتیم جامعه کمونیستی یا سوسیالیستی جامعه بود که سرمایه در رقم 2 برد، انسان رقم اول آورد. ارزش بلندترین عالم وجود انسان گفت. من این عقیده میدونید مثل هندوها سجده میکنم
که بلندترین ارزش عالم هستی انسان است. هیچ چیز، نه طلا، نه نقره، نه قصرهای حشم، نگویم که یعنی شما فکر میکنید که تا آمدن همین ایده کمونیستی همچون گپ وجود نداشت در عالم بشری؟ بود. من گفتم که ظرف ها بودن، درست است. انسان ها بودن و انسان های بزرگ مثلا در همین جامعه های غلامداری فرض کردیم شما ریم قدیم گیرید و مثلا روید و بابول گیرید و نمیدونم دوره فرض کردیم که آریای قدیم گیرید، مثلا شخصیت های با عالم آمده است که خب در عصر 21 22 این گونه شخصیت مثلا کم آمده است یا مثل بعضیشون نه آمده است. اونها از همون ایام افضلیت انسان را گفتند، اما در جامعه ها ارزش ها را کی تأمین میکند؟ قدرت ها. قدرت هایی که از همون زمان بودند، خب تا این زمان این مردم نشد. عاقل به کنار آب تا ره میجست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. دنیا در دست دیوانه های پا برهنه است، در دست عاقل ها نیست. اگر مثلا انا همون مردمی که ارزش انسانه، خب در این پایه‌ای که در همون جامعه ابتدایی مثلا گفته بودند، اگر اونها امکان قدرت می داشتند و سر قدرت می آمدند، شاید این کار عملی می کردند. یک موضوع هست سهم شخص و عامه ها در تاریخ، در مسیر یا در تمدن. بله، من این گپ قبول دارم که خب شخصیت ها در تمدن تاثیرگذار هستند. این جای بحث خب بله. یک پیوتر یک آمد، موژیک روسا ریشش کلته کرد، دامنش کلته زد، قیچی زد، به آرایشش آورد و در ظرف مثلا کلیساها را گرفت، افزار کلیسا را توپ و مثلا کشتی و هاکذا ساخت و از موژیک روس امپری روس ساخت. مثلا ما افتخارمان مثلا با نام اسماعیل سامانی، خب همه بچه های مثلا سامانی ناصرشون، نوحشون مثلا و هاکذا دیگرشون مثلا از یک خاندان نام خوردن، اما یک اسماعیل شد. خب بعد در آخر یکی دیگرش حاضر اسمش از ویم گذشت. من یک نامه بعد از 10 قرن، این گونه کتابم همینجا هست، من همین است، نامه بعد از 10 قرن. بله، همین مربوط است به سرنوشت همین خاندان اسماعیل سامانی که خب گفتم که چرا مثلا سبب ها چی بود که خاندان مثلا سامانیان پاش خورد. این کدام سال نشر کرد؟ این سال نشرش 1998. شما گفتید که یک جامعه بودن که اومدن مثلا مثل جامعه کمونیستی انسان در درجه اول آورد، سرمایه در جامعه در جای دوم خورد. مثلا یک انسان بیاید، فرض کنید 2-3 نفر بیان با همراه یک تشکیلات بسازن و بگن که ما مثلا 20 میلیون قتل میکنیم یا 10 میلیون قتل میکنیم، 1 میلیون قتل، مثلا 1 میلیون قتل میکنیم، یعنی میکشیم آدم را و همین ایدهمون رو تطبیق میکنیم. همین ایده ما خوب است، انسان ارزش عالی میکنیم و دیگر دوم درجه. شما راضی هستید به همین چیز؟ مثلا هم انسان هم چه نه البته. اگر مرادتون مثلا حرب های مثلا انقلاب هایی که بولشویکا کردند و کذا کردند دیگر، حال من درباره میدونید مثلا قرآن و دین زیبا هست، اما دینگرایی ما زیبا نیست. چی میگی دارید؟ مثلا ما درباره نظریه جامعه سوسیالیستی گفتیم. اونایی که مثلا این نظریه در عمل تطبیق کردن، من نگفتم که کل رفتارشون زیبا است، من نظریه جامعه را گفتم. خب هنگام تطبیقش، عملی کردنش، فرض کردیم ببینید ما در همین گونه مثال‌های ما با نام کمونیست‌ها گفتن میتوانیم، خب با نام بولشویک‌ها و کذا دیگر همین گونه مثال‌های برای یهود هم میگویم، دین یهود، برای اهل مسیحا هم میگویم، یورش‌های صلیبی، به نام قرآن هم مثلا با اسلام هم میگویم، یورش‌های ما به نام اروپا مثلا خدا را ستودن ز ترس تبر را ستودن بود از خطر، به نام خدا هر سخن واکنیم بی باید که مهرش به دل جا کنیم. من مثلا خداشناسی را میخواهم که بدون لط باشد، انسان با تفکرش به خدا رفته رسد. اون انسانی که مثلا از ترس تبر مثلا نماز میخواند و روزه میدارد و مسلمان میشود و مسجد میرود و هاکذا دیگر میکند، اون امتی مسئول گپی امتی پیامبریش میمونیم، اون بنده خدا نیست، اون بنده ترس است.
حالا ببینید در همین جامعه های مثلا زیباترینه که حال بشریت اصلا آمده پیش دین سر تسلیم میکند. خب من مثلا یک شعر دارم: از ما نرسد جبر نه بر کافر و مسلم، بر بنده و حاکم. از ما ندمد قهر نه بر ممسک و منعم، ما خویش خداییم از خویش جداییم. در دیده ما نیست یقین آتش نمرود، نه دوده و نه دود. در دیده ما رنگ دمد شعله مسعود، ما خویش خداییم از خویش جداییم. گر اهل یهودی و مسیحی و مسلمان، زردشتی و مرمان، در خانه ما خانه خدا باش نه مهمان، ما خویش خداییم از خویش جداییم. این باغ که ما خیمه زدیم باغ خدایی است، بیرون ز گدایی است، شربش ز شراب است و شرابش به همایی است، ما خویش خداییم از خویش جداییم. ای میلت رنگ زیدر خلق خدا دور، در چنگ تکبر زازار محمد بگریز، تا نشوی کور، ما خویش خداییم از خویش جداییم. خب ببینید من دین رو از این دریچه میشناسم، از دریچه محبت. بله هر چی که از دریچه اما یهودی که مثلا گویا که موسی را تطبیق میکند، خب میخواهد پخش کند، مسیحی صلیب میکشد، مسلمان از جهاد میکند، غزا اعلان میکند، من مقابلم. و در کمونیست هم خب برای تطبیق کردن همین جامعه‌ای که مثلا فرض کردیم که لنین میگه که زنجیر کپیتال امپریالیسم، زنجیر استثمارگر باید شکست، و خودش مثلا این زنجیر رها نمیکند از دستان ما، این زنجیر رو باید شکست. از یک لحاظ درست است، از یک لحاظ. خب همین شما وقتی که یک مثلا گرگ درنده به شما در میافتد، شما التماس من آزار یافتم، من لت خوردم، من میسوزم، من میمرم، گوید گرگ رحمتون میکند نمیکند. از این دریچه خب سخن لنین درست است که این زنجیر رو باید شکست، اون رها نمیکند. اما از دریچه دیگر همین شکستن باید حدود داشته باشد، همین شکستن معیار باشد که در مثلا هنگام شکستن خب با کی مثلا قدرت رو استفاده بردن در کار. چنانه که ما که مثلا 99% مردم تاجیکستان اهل مثلا دین است، خاصه دین اسلام. خب ببینید بیشتری بچه های ما سیاست زوراوری در دین قبول دارند، جهاد نادرست میفهمند، جهاد در معنای غزا استفاده میکنند، در معنای حرب استفاده میکنند. خب و قائل هستند که برای دین باید کشت. خب این نادرست است، این نادرست است. خود کمونیست ها هم در تطبیق کردن همین یک نظریه زیبایی که اول ارزش جامعه آنها انسان بود، سهو و خطاهای زیاد کردند. برای چه همین تطبیق سیاست سوسیالیستی، جامعه سوسیالیستی جبرش در کشورهای ما خب جابرانه‌تر گذشت، یعنی که ظلم زیادتر شد نسبت به خود روسیه و نسبت به کشورهای اروپایی. به علت آنه که جامعه عقب مانده و تفکر خواب‌آلودانه مثلا نمیدونم تفکر ناشکل گرفته موقت یک انقلاب آوردن با یک خلقی که خب در ذهنمان گویم همون چی میگه بینش های عالم وحوش غالب بود. ما ریولوشنر وحشی شدیم، ما انقلابگر ریولوشنر شدیم وحشی، چون ما معرفتمون ضعیف بود. من در افغانستان بودم، در ایران بودم، در خب مناطق امریکا بودم، در خب کذاها بودم. من همیشه همین ذهن مردم رو میخوندم. مردم مثلا چی ذهن دارن، مردم کجا میرود. خب با آنچه که شما فعالیت‌های سیاسی داشتید یا کتابون نوشتید، استاد دانشگاه بودید، ولی یک شعر نوشته شما که بعداً در همین برنامه کتابخوانی، چون شما گفتید کتاب و کتابخوانی زیادی در این برنامه یک فکر است، یک اندیشه است، ولی یک شعر شما خیلی واکنش یافت، یعنی واکنش مثبت یافت، یعنی اینقدر مردم توجه زیاد روی این شعر کردن. همونه که پدرم مردی خداترس و با تقوای بود و صدها نفر گفتن با مؤلف همین شعر صحبت کنیم، با محمد علی نورعلی. ببین یک شعر شما با وجود گفتم اینقدر کتاب و رساله و نوشتن و فعالیت شما را چقدر یک مطرح کرد در یک شبکه اینترنتی که چقدر سلسله زنجیرهای است که اونجا در مثلا برآمدن و
در این قدر زنجیری بدی اخلاقی مثلا اونها شکسته برآمدن این شعر، فکر میکنید شعر، ادبیات، کتاب این قدرت دارد مخصوصا در جامعه ما امروز؟ از دو جانب پاسخ مثلا میگویم. یکی اینکه میگیم هر بیشک گمان مبر خالیست، شاید که پلنگ گفته باشد. من با این چی گفتنیم، در همه دور و زمان ها یک ایده مردمی هستند که اونا نمیدونم، اونا همین بهشتی هایی هستند که در این دنیا مثلا ناراحت زندگی کرده می روند. و این شعر من مثلا شما ببینید از 10 میلیون تاجیک، ما میگیم 10 میلیون، بگذار 5 میلیون باشد، شما ببینید چند کس این شعر هوادار شد. معذرت میخوام، من آزی میگم، شما چی میگید حمایت میکنید؟ من ادوکاتم هستم، فعالیت ادوکاتی هم کردم سالهای طولانی. خب من دیدم که شما میخواهید که حمایت کنید. نه حمایت، من چیز دیگر گفتم. از 5 میلیون مثلا چند کس این شعر مثلا چی میگید واکنش های زیبا کردند. خب وقتی ما 100 و 200 نفر مثلا ببینیم که ما هواداری کرد، رقص میکنیم، رقص ترا چندریه میکنیم به قول استاد میرزا ترسونزاده. خب اما من میخواهم زیادتر مردم، مثلا هنوز ما زیاد نشدیم، هنوز ما شعرخوان زیاد نداریم، هنوز ما منطقگرای مثلا زیاد نداریم، هنوز ما کلام بدیع شناسی بسیار نداریم. من در فیسبوک هیچ وقت خاموش نشدم سالهای آخر. حاضر میگید که من خاموش شدم؟ نه، من یگانه میدانم فیسبوک مانده است. خب قریب که هفته یک شعر ما چاپ میکنم. خب در بحث مناظره در همین نکته استاد یادم نرود چی گفتید که ما هنوز زیاد نشدیم، هنوز شعرخوان نداریم، هنوز کلام بده نمیفهمیم. ولی یکی از علتایی که همیشه زیر این کامنت ها مینویسن همین شعر است که مردم مربعی بودن ادب. شما فهمیدید اینا؟ من فهمیدم. ولی من میبینم حتی جمله درست نوشته نمیتونن. ما شاعران را هی طعنه میزنند، بیکار خوجه ها، نادار خوجه ها. این یک شعر بسیار کلان است. خب اگر خواهید در فیسبوک میابید، من چاپ کرده بودم، ما شاعران را هی طعنه میزنند، بیکار خوجه ها. خب این همین خودش ببینید، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به لفظ است تو دهان و گوش بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خب من در یک کتابم همین ستاره جوکندک یا خود قصه یک مرد استراوشنی. خب همین من عبدالقادر خالق زاده اله خداوند جایش جنت کند، ما همین گونه باید میکنیم، روحش شاد باشد. من دوستم بودن، کار کردیم یک جایه، وقتی که از دنیا گذاشتن خیال کردم که برادری از مادرم زایده از دست دادم. خب همین ستاره جوکندک یا این از جوکندک استراوشن است یا خود قصه یک مرد استراوشنی، در همونجا گفتم در همین باب که خب ما وقتی که درباره مردم جامعه اندیشه میکنیم، حق نداریم گوییم که همه کتاب خوان باشد. حق داریم گوییم اما عملی نمیشه. موی دعوا هم نداریم. نه اگر مثلا همین خودی گفتن که مردم همه کتاب خونید، خب حق داریم گوییم اما میدونیم که نمیشه و توقع هم نداشته باشیم. باید بله. با کدوم خاطر؟ شما ببینید همین اصطلاح زیا از کجا پیدا شد، زیایی از کجا پیدا شد؟ خب زیاش گفتیم که چون خورشید و مثلا ماه مثلا نور که گفتن این زیا. اما چرا زیایی گفتیم؟ کسانی که شما مثل نور آفتاب و ماهتاب میدرخشید. سوال من امروز انا همین است، کجاست همین نورهای خورشیدی و ماهتابی ملت من که هر کی را بینم برای نفس شخصی میدود، گاه به نوگ خامه گاه با دم خنجر زدن. من با همه مثلا موجودیت شعر مثلا آراسته و ناراسته هم عضو اتفاق نویسندگان نیستم. چرا؟ خب با اون خاطر که گفتم هر کی را بینم برای نفس شخصی میدود. همین تماشایی که مثلا من حتی برای بعضی دوستانم وسیله شدم که از کسی دیگر توصیه نامه مثلا استاد کمک کن فلان از یگان شاعر برای من توصیه گیر که من عضو شوم، من گرفته دادم. خدا رحمت کند استاد مهربان مهمان بختیه یک صحبت داشتم، گفتگی بودن که
تو برای خودت در کار نباشد عضویت فقط برای فرزندات در کار است. من گفتم برای فرزندای میرزا ترسونزاده چی در کار شد؟ برای فرزندای لایق چی در کار؟ برای فرزندای لایق چی در کار شد؟ خب برای فرزندان من هیچ در کار نمی شود عضویت من. اما من اینا اعتراض نمیگویم، اینا مثلا وای نمیگم. وقتی میبینم که مثلا همین نوری من، همین نوری که من مثلا زیایش میگویم و شاعرها باید که شاعر و عالم سراول همین نور باشد. آدم میسکویچ میگه که من از ادبیات و اختراعات در ساحه فیزیک و در ساحه الجبر و مثلا دیگر علم‌های وای کردگیش، علم‌های دقیق کردگیشون میگه که ما بیشتر همین اختراعات خود از شعر گرفتیم، از عالم شعر گرفتیم. اینو شعر مناسبت داره، ما با شعر این مناسبت داریم. ببینید امروز مثلا یکی ایش که شعری ما باید چگونه باشد، همون شعرهای عاشقانه مثلا نقرانه کریم دیوانگی ما هم اجتماع هست، اما ما از واقعیت اجتماعی بیرون میرویم. ببینید یک عشق دیوانه ساختیم، هممون سوختیم، پختیم، مجنون شدیم، اما صفی به و طلاقهای مثلا نکاح ما خب نسبت به سالهای چند ساله پیش 90% افزوده است. من برای چی میگم که مثلا هم در باب عالم زیاد، در باب دین، در باب واقعاها دیگر وقتی که شما دین از واقعیت دور میبرید، وقتی شعر از واقعیت دور میبرید، از حیات بیگانه میکنید، وقتی که شما علم از واقعیت بیرون میکنید و خب علم برای علم میبرید، یعنی مینویسید به خاطر اینکه عنوان گیرید. یعنی شما فکر میکنید که زیایی ما، ژورنالیستی ما، عالم ما، دانشمندی ما از واقعیت امروز ما دور زندگی میکنن؟ من شما میگید عالم و شاعر ما، شما با یک مثلا چی میگه دوگارانه همه نرانید. من مثلا من نمیگویم که دلیل من مثلا چنین است. من نمیگویم مثلا ما عالم های نداریم. یک میرزا علی میرعلیوف یک نفر است، من شخصیت چه نمیشناسم، در فیسبوک ویش میخونم، خب تو احساس میکنم که از زمره اهل علم است، اما میبینم که با خلقش میسوزد، با خلقش میگوید، با خلقش تحلیل میکند. در فیسبوک مثلا من اشاره هاش میخونم. گفتم که هر بیشه گمان ما بر خالص ما مثلا وای نشدیم، هم عالم های زیبا داریم، شاعرهای زیبا داریم، خب شعر زیبا داریم، خب فرزندای فرزانه مثلا زیبا داریم که اونها خب مثل چی گویم، مثل یک شبی کم ستاره در آسمانی مثلا تاجیکستانند و آسمانی که کم ستاره هست روشنیش کم است، تاریکی هنوز پخش کرده است، هنوز نیاز با چراغ الهی داریم. بله گفتید که انا این گپ در سر ترکی رفت، گفتید که ما این توقع نداشتیم و این حق نداریم که همه را مجبور با کتاب خونی کنیم و کاری خوب هم نیست، ولی اون چیزی که امروز خوانده میشه و نوشته میشه و گفته میشه و با عنوان یک نفری گفتید ذهن جامعه را میخونید، به جامعه اهمیت میدید و دقت میدید، شما را قانع میکنه یعنی چیزی که خوانده میشه، اون چیزی که گفته من ببینید وقتی که علل خصوص مثلا من صدا و سیمای گوش میکنم یگان خب تز خسته میشوم. خب چون مثلا میدونید من معذرت میخوام از کلی مثلا کارمندای صدای سیما، همین قدر رقص و سرود من میتین که همین اصل بسیار خوردید میمورید، آب بسیار نوشیده دم یارد میمورید. خب ما آیا غیر از همین رقص و سرود مثلا گپ دیگر نداریم، تحلیل ها نداریم، برکش ها نداریم؟ خب خلاصی کلان این یکی صدا و سیمای ملی ما. دوم امروز مثلا صدا و سیمای ملی را جاشا مثلا وای اینترنتی گرفته است. باور کنید من گاه در خانه میشینم، خب تلویزیون مثلا ماندگی میبینم، هیچ کس تلویزیون را نمیبیند، همه در تلفن خودش، یکی در تیک تاک، یکی در یوتیوب، یکی در مثلا اینستاگرام، یکی در وای و کذا دیگر. میگم حدی اقل همون خاموش کنید، صرف نکند، بیچاره هم تلویزیون وای صرف نکند. خب اما من هم سیر میکنم، من گاه مثلا میبینید مثلا من وقتی که اخبار علل خصوص از اینجا من بیشتر اخبار میجویم، تحلیل های میجویم، خب برکش های میجویم،
بسیار وقت قانع نمیشم، چون میبینم که بسیاری ها یک طرفه میگن خادمکای کدام مثلا فرمایشگری هستند به خاطر کدام چیزی این گپ گفتند، اما من طرف های مقابلش میخونم. چرا نمیریزید؟ چرا شما همین اهل نور و ضیا و فرهنگ همونجا وارد نمیشوید که مثلا تحلیل باشد، بحث کنید؟ خب من میایم به این گفتگیتون. خب در خود تاجیکستان ببینید دوره های آخر خب یک شخصیت هست، خب من نامش نمیبرم چون مراد من شخصیت ها نیست در این تحلیل، مراد من حوادث جامعه است، روش جامعه است. خب که خب بحث ها میرود بین خب با نام روشنفکران و پیروان گفت گپا که وفاداران دین مبین اسلام. از هر دو جانب قبیح‌ترین الفاظ مثلا استفاده می شود. میدونید من آب دیدن میریزد. خب آب دیدن میریزد که از جانب یک شخصی که مثلا میخواهد در جامعه مثلا یک روشنفکری کند. خب درست حضرت سعدی میگه که بردار با آهن آهن تافته را. یکمش این که ببینید ما وقتی که مثلا در تحلیل مسئله های جامعه دست میزنیم و پا میگذاریم، خب یک چیز نباید فراموش کرد که این افراطگراکامون خرافات پرستکای مثلا دینی ما اینکا گناهکار نیستند. اینها از گهواره ما در حال افراط و خرافات تربیت کردیم. شما با اونها مثلا یک بار میخواهید که همین گیرد و ماهی روی دیگه چپه کنید که نه انا این شکمش و این پشتش. وظیفه ضیایی دریچه مناسب یافتن در کار که در جامعه خشم و خشینی رو نزند، مردم به فکر کردن وادار کند. شما درباره همین کتاب و کتابخوانی یک اشاره کردید که یک فکر است، یک سوال است. یک پیام اندیشه‌تون با بیننده برنامه کتابخوان بگین و یک توصیه‌ای برای این برنامه اگر باشه، اندیشه خاصی داره در این برنامه برای کتابخوان و کتابخوان شدن مردم، چون فرصت نرسید که ما این کتابا رو معرفی کنیم و در صحبت دیگر اطراف کتاب‌های شما صحبت خواهیم کرد. بگید صحبت انجام باشه. ببینید یکی مثلا من گفتم کتاب و کتابخانه. خب اسباب ضیایی автоматش همین است. قلم است، روچکا. بله قلم است. خب اسباب سرحدبان کلاشنیکوف است. اسباب دهقان کلند است. خب اسباب بیمار دارو است. وقتی که یک دهقان از سحر میرود تا شام کلند میزند، با همه اونه که تشنگی ها و مثلا حریصی ها به معرفت دارد و به فضیلت و به دانش دارد، خستگی جسمی چنانش میکند که همین دهقان حتی یک حرف کلان خواندن امکان ندارد. سرحدبان همین قدر در سرحد میگردد که خب یک لحظه برای وی لازم که چشمش پوشد، فارغ شود، جسمش برقرار شود. کتابخوانی اصلا مقدسترین وظیفه اهل ضیا هست و به سمع جامعه رساندن کتاب هم وظیفه اهل ضیا هست. اهل ضیا باید کتاب خواند و چنان خواند که داند، نه چنان خواند که نداند. ما خودمان از چهره خودمان نمایش میدیم، زبان نمیدونیم، معرفت عمل نداریم، معرفت گفتن نداریم، معرفت شنیدن نداریم. راهش یابید معاش معلم چنین کنید که معلم از حال گدایی براید، معاشش تأمینش کند که درس گوید. و اگر با اون شرط که انسان از همین شروع می شود، انسان ساختنش. مکتب ما امروز چی میگید بچه ما تربیت نمی کنیم. ببخشید سالهای آخر در مکتب زد و خورد، گیر و دار و هکذا کارهای جنایتی و من میدونه در کوچه های همین شهر عزیزم از پیاده گشتن میترسم. دو جوان شیشت است، من از نزد آنها میگذرم، قبیح‌ترین الفاظ که صحبت دارن، با ذکر اسباب‌های پدر و مادر با هم دیگر صحبتی دوستانه دارن. من می‌هراسم از کوچه‌های دوشنبه وای گشتن، پیاده گشتن. همه
президенти кишвар, вузарои мо, намедонам сатҳи поёнтари мо ҳамамон мехоҳем ки тоҷик зебо бошад. ҳама мехоҳем тоҷикистони азизи мо масалан дар як ҳоли ваҳдату осоиш бошад. Ҳама мехоҳад. ҳатто ҳамон чӣ мегӯяд баъзеҳое ки ман масалан намедонам чӣ номашон гирам, ҳамонҳоям даъво мекунанд ки масалан мо мехоҳем тоҷикистони мо азиз бошад, масалан пешрафта бошад ва казо. Аммо ҳамин ки ҷои амал омад, ҳама гуфтаҳомона паси сар мепартоем, дигар амал мекунем. ба забонам зи ватан менолам, дилам аммо ба ватан месӯзад. بس که این خاک ندارد گناهه، بس که این آب ندارد گناهه، بس که این باد ندارد گناهه، بس که هر بد که سرایت به وطن بدی هموطن اشرار است. گاه مینالم از آنه که چرا وطنم نغمگر نیرنگ است، در کف دست حقارت رنگ است، در کف دست طهارت بنگ است، منبر فضل و بشارت تنگ است، بسر مرد حقیقت سنگ است، نالم در اثر این کار است. دلم اما با وطن می سوزد، بس که بینم زی دو سه مرد وطن در دل سرد وطن گرمی نیست، بس که بینم زی دو سه فرد وطن در دل چاک وطن مردی نیست، بس که بینم زی دو سه گرد وطن در دل خاک وطن بوی بهار، چون دل سرد وطن آزار است. با زبانم زی وطن می نالم، دلم اما با وطن می سوزد. من در انجام صحبتم میخوام با اجازه شما گویم که اگر با عزتی نفسی عزیزی کدام مثلا سامعی بزرگوار ما رسیده باشیم، من پیش از وقت معذرت میخواهم، عذر میخواهم اگر جای سخنم به عزتش رسیده باشد. تشکر زیاد و خوشحال شدیم که شما رو در برنامه کتابخوان دیدیم. با شما صحبت رو در برنامه آینده ادامه خواهیم داد و این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتان.